اولین انسان خلق شده، اولین دشمن شیطان، اولین پیامبری که فرشته ها به او سجده کردند، اولین انسانی که از بهشت بیرون شد و به زمین فرستاده شد. او اولین پیامبر آدم علیه السلام است. خداوند به حضرت آدم تمام نامها را آموخت. علم هر ماده، هر میوه و هر بود را به او داد. اوایل که به زمین آمده بود آنقدر قدش بلند بود که روی ابرها می‌ماند. بعدها قدش کوتاه شد. 500 سال در بهشت و 1000 سال در زمین زندگی کرد. قد آدمیزاد بعد از آدم علیه السلام رفته رفته کوتاه‌تر شده است. خداوند به فرشته ها فرموده من روی زمین خلیفه خلق خواهم کرد. آنها گفتند در حالی که ما تو را ستایش می کنیم و پاکیزگی تو را به زبان می آوریم، در زمین کسی که موجب فساد و خونریزی می شود را خلق خواهی کرد؟ خداوند در جواب فرمود من چیزهایی که شما نمی دانید را می دانم. خداوند متعال زمانی که می خواست آدم علیه السلام را خلق کند، جبرئیل علیه السلام را به زمین فرستاد تا از زمین یک مشت خاک و گل بیاورد. زمین به جبرئیل علیه السلام گفت من از این که تو از من چیزی کسب کنی و مرا بدبخت کنی به خدا پناه می آورم. من نمی خواهم که تو مرا ناقص کنی، چون خدا از من یک جامعه به وجود خواهد آورد که این جامعه نسبت به خدا سرکش خواهند شد. خدا به خاطر آنها من را مجازات خواهد کرد. جبرئیل علیه السلام بدون اینکه چیزی از زمین بیاورد بازگشت و گفت خدایا وقتی زمین به تو پناه ورد رهایش کردم و صلاح ندیدم که روی آن بمانم و اجبارش کنم. خداوند متعال میکائیل علیه السلام را فرستاد. زمین به او نیز همانند حرفهایی که به جبرئیل علیه السلام زده بود را گفت. از کاری که قرار بود بکند به خدا پناه برد. میکائیل علیه السلام هم رهایش کرد. زمین وقتی که از او چیزی خواستند به خدا پناه آورد و میکائیل علیه السلام نیز بدون اینی که از زمین چیزی بگیرد نزد خدا آمده و حرفهای جبرئیل علیه السلام را تکرار کرد. سپس خداوند نزد زمین فرشته مرگ را فرستاد. زمین دوباره از چیزی که قرار بود از آن بگیرند به خدا پناه آورد، ولی فرشته مرگ گفت من هم باید به امری که خداوند فرموده اطاعت کنم و به خدا پناه می آورم. از زمین چیزی که می‌خواست را گرفت و همه آنها را از یک جا بر نداشت. از خاک‌های قرمز، سفید و سیاه برداشت و با هم مخلوط کرد. پیامبر این گونه می‌فرماید خداوند متعال حضرت آدم را از یک مشت خاکی که از هر طرف زمین جمع شده بود آفریده. به همین دلیل نوادگان آدم با توجه به مقدار خاکی که در آنها وجود دارد بعضی قرمز، بعضی سفید، بعضی سیاه و بعضی رنگی میان این رنگها را دارند. میان آنها بعضی نرم، بعضی سخت، بعضی بد و بعضی هم خوب هستند. نام حضرت آدم علیه السلام به دلیل اینی که از خاکهای جمع شده از زمین خلق شده آدم گذاشته شد. ابلیس که به مدت 20,000 سال استاد فرشته ها بود با ظاهری سفید همچون نور در آسمان ها و زمین جایی نمانده بود که سجده نکرده باشد. او از همه نظر از همه فرشتگان سرتر بود. ابلیس اسکلت آدم علیه السلام را که از گل ساخته شده بود و طول آن تقریباً به 70 عرش می رسید روی زمین بهشت دید. هنوز روح آدم علیه السلام دمیده نشده بود. فرشته ها و ابلیس نزد آدم علیه السلام آمده و آن را مورد بررسی قرار دادند. آنها به همدیگر این کیه؟ به چه دردی میخوره؟ خدا برای چی اینو آفریده میگفتند و به آدم علیه السلام نگاه میکردند. شیطان به فرشتگان گفت اگر خدا به این روحی بدمد و زنده کند و او را از همه شما سرتر کند چه میکنید؟ فرشتگان گفتند این چه سوالی است؟ البته که از پروردگارمان اطاعت میکنیم. شیطان زمانی که فهمید قرار است موجودی سرتر از خودش خلق شود، حسادتش به آدم علیه السلام شروع شد. زمانی که خداوند متعال از بینی